روز دوشنبه سروزیر لبنان حسن دیاب گفت ترکیش در بندر بیروت که حیاتی کمش 160 نفر را از بین برد نتیجه فساد سراسری می باشد. در یک پیام تلویزیونی دیاب اعلان کرد که حکومت در شکل کامل به استعفا می رود. امروز مردم طلب دارد مسئولان فاجعه که 7 سال منتظر ساعتش بود به جوابگری کشیده شوند. مردم می خواهند که این کشور از یک دولت فسادزده ناسالم، از یک مملکت اداره های دلالی و دزدی به دولتی تبدیل یابد که در آن قانون، شفافیت و عدالت اولویت داشته. حکومت مردمش را احترام می کند. از این رو امروز اعلان می کنند که حکومت در شکل کامل به استعفا می رود. این حکومت که با پشتیبانی گروه شیعه مذهبی حزب الله در ماه ینور سال روان سر قدرت آمده بود، بعد یک ترکیش مرگبار روز سه‌شنبه زیر فشار اعتراضگران قرار داشت. هزارها نفر با طلب استعفای حکومت به میدانهای بیروت برآمده با نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات دست به گریبان شدند. به قول اعتراضگران فساد و بی‌صلاحیتی از سبب‌های اساسی فاجعه در بندر بیروت میباشند. صبح 10 اوگوست 4 عضو حکومت و از جمله وزیر مالیه لبنان که با صندوق بین المللی پول بسته کمک به این کشور را بررسی می‌کرد به استعفا رفتند.